مهدی کینیا استاد دانشگاه، وکیل، حقوقدان و سیاستمدار معروف به پدر جرمشناسی ایران بود. کینیا تحصیلات مقدماتی و متوسطه را به ترتیب در دبستان نصرت پهلوی آمل و دبیرستان شاهپور بابل به پایان رساند. سپس به تهران رفت و وارد دانشسرای عالی شد و در رشته‌های فلسفه و علوم تربیتی لیسانس گرفت. کینیا بعد به دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران رفت و در سال 1329 با ارائه پایان‌نامه الغای کاپیتولاسیون موفق به دریافت لیسانس قضایی و سال بعد آن لیسانس سیاسی شد. در سال 1330 به فرانسه رفت. کینیا مدرک دکترای حقوق قضایی خود را از دانشگاه پاریس فرانسه اخذ و در سال 1334 به ایران بازگشت. کینیا استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و همچنین مدتی عضو حزب ملی و نیز عضو کانون مدیریت و جمعیت اتفاق ملی ایران بود. کینیا بیش از 100 مقدمه حقوقی در زمینه‌های جرمشناسی و جامعه شناسی جنایی در محکمه قضایی اداره دادرسی نیروهای مسلح قبل از انقلاب سال 57 منتشر کرده است. دکتر مهدی کینیا در تیر ماه 1374 پس از یک دوره طولانی بیماری دید از جهان فرو بست.